دوبله شده در استودیو جیم. محل خیلی شلوغ شده. خبر دارین؟ میدونیم خانم، در جریانیم. ما که نمیخواستیم اینجوری بشه. اولون حمله کرد. اگه الان جوابشو ندیم فکر میکنه ضعیفیم. غیر از اینه امی؟ میخوام با پسرم حرف بزنم. اجازه دارم؟ با یاماچ. مامان گفتی برگشتم. خب از من چی میخوای؟ هنوز نتونستم برای برادرت عزاداری کنم. نتونستم درست و حسابی پیش بابات باشم. داریم از هم میپاشیم. فقط تو میتونی همه چی رو درست کنی. کسی نمیخواد به حرف من گوش بده. داداشم که حرف میزنه همه به احترام حرفاش سکوت میکنن. اگه به سلیم اعتماد داشتم بازم به تو میگفتم بیا اینجا. نگاه به داد و هوارایی که میکنه نکن. بیشتر از همه اون از اومدنت خوشحال شد چون میترسه. اگه تو نباشی همه مسئولیت ها گردن اونه. برای همینم میترسه. اونم پسرمه. به اندازه تو دوستش دارم. اما جنسشو میشناسم. آقا یاماچ گفت حلش میکنیم. وقتی اینجوری گفته حتما به حرفش عمل میکنه. دم همتون گرم. کوچوالیا سرتون شیره مالیدن. یه استخونم انداختن جلوتون سرتون گرم شه. درست حرف بزن جلسون. داشت عبدالله همسر پدر بزرگیته. پسرم مشکل من نیستم. یکم یواشتر حرف بزن میشنون تو درد سر میافتی ها. همتون مثل همین. همتون ترسوین. خب میشنون که بشنون. بابای من درست همونجا مرد آقا بزرگ. خونشو خودم با خاک پاک کردم. نمازشو با شما با هم خوندیم. کوچوالیا کجا بودن؟ یکیشون اومد مجلس خط؟ شما فعلا دنبالشون بودین، شاید یه استخون دیگه هم براتون انداختن. از من میخوای چی کار کنم؟ اینجا محله کوچوالیاست. اگه ماها بالا سرش نباشیم از هم میپاشه و میره. امی، سلیم، پاشا، همه فکر و ذکرشون جنگیدنه. اصلا متوجه اتفاقایی که داره میفته نیستن. باید صلح بشه هرچی زودتر. مامان، اونا برادرمو کشتن. میخوان انتقام خون قهرمانو بگیرن. یعنی تو نمیخوای؟ منو ببین. ترس من از اینه که تا وقتی اون انتقام گرفته بشه خونوادمون از هم بپاشه. فقط خونواده ما نه، خونواده گودال. آره حرفات کاملا درسته. چطوری؟ راهش خودت باید پیدا کنی عزیزم. داداش سلیم راست میگه. من چند سال نیستم. آخرین باری که منو دیده بودن 18 سالم بود. بچه بودم. هنوز منو همون جوری میبینن. برای چی الان باید به حرفم گوش کنن؟ راه اینم تو باید پیدا کنی. مجبوری که پیداش کنی. به حق شیری که بهت دادم باید پیدا کنی. وقتی تو از این خونه رفتی خیلی گریه کردم اما صدام در نیامد. گفتم حداقل یکی از پسرام نجات پیدا کرد. یکی از عزیزام وارد این راه نمیشه. هر روز تنم نمیلرزه که قراره بمیره.
اگه مسئله مرگ و زندگی نبود میذاشتم دوباره برگردی. 3 نفر از این خونه رفتن، یکیشون هم بر نگشت. وضعیت بابات معلوم نیست چی بشه. 2 تا از ستونای خونمون رو خراب کردن. فقط به تو اعتماد دارم، منو تنها نذار. به من نگاه باش منو ببین. خیلی خوب، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، اما بذار یه چیزی رو بهت بگم. وقتی همه چی حل شد من میرم. من متعلق به اینجا نیستم، هیچ وقتم نبودم. تو اینو بهتر از هر کسی میدونی. وقتش که برسه فکر میکنیم باشه. میرسه و من میرم. تو هم نگران نمیشی، عزاداری تو میکنی با خیال راحت و آسوده. بقیه‌شو من حل میکنم. برمیگرده، محل به روزه گذشته برمیگرده. من یاماج نمیشناسم خانم محترم، میخوای شماره امور اداریو بهت بدم؟ خودم از اونا پرسیدم، هیچ کدوم هیچی نمیدونستن. اگه اونا نمیدونن چه توقعی از من داری؟ یاماج کوچاوالی اصلا برات آشنا نیست؟ نه آشنا نیستش، منو یه هیچی نمیندازه. سر صبح قاچاقی اومدین تو، دارین منو سوال جواب میکنین؟ زنگ بزنم به پلیس کارتون تمومه. بفرمایید خانم محترم، ما رو تو دردسر نندازین. مصطفی این خانومو ببر ساحل. منم حسن. به آقا سلیم اطلاع بدین که یه دختر اومده بود اینجا، دنبال آقا یاماج میگشت. معلومه که گفتم نمیشناسم. راستش اسمشو نپرسیدم. باید میپرسیدم. گذاشت رفت. الو. باشه خیلی ممنون. باشه. اجازه هست آقا یاماج؟ تو یکی دیگه نکن داداش. میبخشی برادر، یکم باهات سرد برخورد کردم. میدونی که اعصاب هممون خورده. به چی فکر میکنی؟ این اتفاق چجوری افتاد؟ بادکنک فروش از کجا پیدا شد؟ یکی جاسوسی کرده، بدون محافظم رفتین. مگه میشه قهرمان اینقدر بی احتیاطی کنه؟ گفت به هیچ کس خبر نده. البته من به فردین و پاشایمی خبر دادم. بابا؟ نه به اون نگفتیم، اون از اون جور کارا خوشش نمیاد. دختره تو هتل رو از کجا پیدا کردین؟ از همدی خودمون، آدم همیشگیمون. با کشیش حرف نمیزنه. مطمئنی کسی تعقیبش نکرده بود؟ غیر ممکنه، حتی آدمای خودش هم نمیتونستن تعقیبش کنن. یه بار هم من میتونم با اون رابطتون حرف بزنم. ردیفش میکنیم. تو رفتی دیدن بابا؟ اول باید اونو ببینی. همدی خودم میارم جلوی پات. اینجا خانواده‌ای چیزی نداره؟ منظورم همدیه، کس و کاری چیزی؟ تحقیق میکنیم پسر. تو اول برو بابا رو ببین، معلوم نیست چه اتفاقی بیفته.
باید کدورت رو بذاریم کنار. باید متحد باشیم. خدایی نکرده بعدن نگی نتونستم دستشو ببوسم حلالیت بطلبم. بارتولا رو ببین، آدم ترکونده جلو چشمون دیگه چیزی بگه. باز بفهمن نمیتونن با بارتولا در بیفتن. عادت اون مسئله چی شد؟ ها؟ ادریس از بیمارستان مرخص میشه، هنوز هیچ حرکتی نزدی؟ خبر امروز رسیده داداش، حلش میکنیم. حلش میکنی؟ کیو فرستادی؟ لطیف اونجاست داداش، مثل همیشه. محافظه چی؟ داره ردیفش میکنه داداش، آدم دست به کار شده. حل میشه، قراره حل بشه. با اون لطیف بگو وقتی خواست بره بیمارستان زنگ بزنه. میگم داداش. بگو دیگه مدد. من میخوام یکم راه برم، بعدش میام. تنها. من خوبم، نگران نباش. داداش سلیم دستور اکید داده. الان چی گفتم؟ تسلیت میگم داداش. سلامت باشی. غم آخرتون باشه. سلامت باشی. خوش اومدی داداش. داداش خوش اومدی. غم آخرتون ممنون باشه. بچه‌ها، ممنون. اگه کاری از دست ما برمیاد، یعنی اگه امری دارید ما در خدمتیم. تو اسمت چیه؟ افه داداش. کلاس چندمی؟ سال آخری هستیم داداش. خوبه. رابطت با دخترها چطوره؟ داداش یاماش این عاشق یه نفره اما نمیتونه بهش بگه. وقتی دوستش داری چرا نمیتونی بهش بگی؟ نباید حرف بزنی داداش. باید با ماشین از جلوش رد بشی ببینی چی میشه. اما ماشینمون کجا بود؟ خب ماشین ردیف میکنیم. واقعا داداش؟ جور میکنیم. اما تو نمیتونی برونی، هنوز گواهینامه نداری. مشکلی نیست داداش، ما تو خیابونای خلوتی. نه من میرونم، تو از پنجره تماشا میکنی. خدایی داداش؟ وای تو این کارو بکن، نوکر در خونت میشه. جونم هم میدم برات. صبر کن پسر، وایسا. چه مردنی در کار نیست باشه. خب دیگه میبینمتون بچه. به سلامت داداش. داداش یاماچ خیر باشه داداش، چیزی شده؟ نه داداش، میشه اینجا بشینم؟ آره بگیر بشین. چای میخوری؟ آره میخورم. غم آخرت باشه داداش. خیلی ممنون. مکه پسر منه. واقعا؟ معذرت میخوام، نمیدونستم. خدا بد نده. ممنون داداش. مکه یه جورایی دست راست داداش قهرمان بود. دمای اون مرتی که وارتولو یکم نوازشش کردن. راستش ما خیلی معذرت میخوایم. نباید اینجوری میشد. نه داداش، این حرفا چیه میزنی؟ زخم و کبودی خوب میشه. ما داداش قهرمانمون از دست دادیم. داداش قهرمان همه چیز ما بود. خیلی به هم ریختم داداش. در اصل این ماییم که
باید معذرت بخوایم. نتونستیم از داداش قهرمان محافظت کنیم. من نمیدونستم تو بچه داری داداش. نه عقیم بودیم نه مشکل دار، قرار نبود بیکار بمونیم. چند سالته؟ 28 سال داداش. هم سنیم که، پس خواهشم با هم راحت باش. از روی احترام داداش، هر چی باشه یاماچ کوچاوالی بزرگ ماست. همه آخرتون باشه یاماچ خان. ممنون. نوش جونت. دست درد نکنه. نوش جونت. من تو رو یادم نمیاد. یعنی قدیما خب چه جوری میخوای بیاد بیاری پسرم؟ تو حیات خونتون بزرگ شدی، این تو کوچه پس کوچه ها. دانشگاه رفتی دیگه، حتما رفتی. رفتم، شیمی خوندم. مال ما دبیرستان رو تموم کرد، رفت سربازی اومد. قهرمان خدا بیامرز گذاشت سر کار که مکمون لات نشه. خانواده تو آدمش کردن یاماچ. هر کاری بکنیم نمیتونیم محبت‌های داداش ادریس رو جبران کنیم. خب دیگه من برم. بشین، هنوز چای تو نخوردی. باید برم پیش بابام. بگو وقتی مرخص شد میام خونتون برای اصلاح. باشه. داداش اگه کاری از دست من برمی اومد حتما بهم خبر بده. باید انتقاممو از اون مرتی که وارتولو بگیرم. باشه حل داداش. نگهبانا عوض شدن، لطیف اونور خطه. الو لطیف. پیام برای ادریس نداری داشت سعادت‌دین؟ دارم. بهش بگو به مادر خدا بیامرزم سلام برسونه. باشه بهش میگم. داداش یه نفر اینجاست. مگه همه محافظا رو دک نکردین؟ محافظ نیست داداش، انگار دیوونه میوونه چیزیه. شهر دیوونه رو من باز کم کنم لطیف، خودت یه کاریش بکن دیگه. باشه داداش باشه، گفتم که در جریان باشی. چرا عصبانی میشی؟ گندت بزنه با این اخلاقت. پسر جون اینجا چی کار میکنی؟ منتظرم. نمیتونی منتظر بمونی. منتظرم. یه نگاه به سر و وضع خودت بنداز. اینجا بیمارستانه. میدونم. عجب روی داره. را بیافت. نمیرم. را بیافت. میگم را بیافت. عمو جون تنهاست. را بیافت. تنها باشه. برو را بیافت. یه برو بیرون، اینجا بیمارستانه. برو بیرون. عمو ادریس جون تنهاست. را بیافت. برو گم شو. برو دیگه. برو. بیا را بیافت. نباید برم. من باید پیشش باشم. را بیافت ببینم. بیا ببین. عمو جون. بیا برو. نگهبان بیا کمک کن. بیا اینو بندازش بیرون. بیا برو ببینم. برو. نه عمو جون رو تنها گذاشتم. نباید تنهاش بذارم عمو جون، نباید تنها بذارم. برو دیگه. هی بیا اینجا. اما من بالا. بیا کار فوری دارم.
کار من از همه تو فوریتره. بی مصرفا. من عمو رو تنها نمیذارم. عمو نباید تنها باشه. یاماچ، تو یاماچی. آره یاماچم. تو کی هستی؟ من علیچا. عمو ادریس بهم سوپ میده. آبجی سعادت منو دوست نداره. از دستم عصبانی میشه. بهم میگه از اینجا برو. میگه آشپزخونه رو کثیف کردی. اما من کاری نمیکنم. فقط میشینم رو صندلی. خیلی خوب باشه وایسا. تو از من چی میخوای؟ من تو رو میشناسمت. عمو ادریس نشونم داده. عکستو نشون داده. تو یاماچی. باشه. پول میخوای؟ نه من پول نمیخوام. عمو جون تنها مونده. هیچ کس پیشش نیست. من وایساده بودم، منتظر بودم. اومدم بیرونم کردم. حالا نمیتونم برم تو. وایسا. بابام تنهاست؟ نمیتونم برم تو. سلیم، اومدم پیش بابا. هیچ کس اینجا نیست. هیچکی نیست یعنی چی؟ آدمای ما اونجا بودن. نیستن دیگه داداش. هیچ کس بالا سر بابا نیست. باشه همونجا باش. الان یه عده رو میفرستم. اسلحه داری یا نه؟ نه سلیم ندارم. من اسلحه‌ام کجا بود آخه؟ خیلی خوب یاماچ. الان یه عده رو میفرستم. خدا ازت نگذره بارتولو. خدا ازت نگذره. تو کی هستی؟ من حالم خبرنگارم. چند روز پیش با آقای ادریس مصاحبه کرده بودم تو بازار. میتونین از محافظا بپرسین. نیازی نیست. اینجا چی کار میکنی؟ وقتی شنیدم سکته کردن اومدم ببینمشون. شما؟ من پسرشم. سلیم؟ یاماچ. دوبله شده در استودیو جم. حاله بودی دیگه نه؟ آره. خیلی خوب. باید به من کمک کنی. من چی کار میتونم بکنم؟ جون بابام در خطره. یه لحظه حساب کن. تو اینو بیار. باید بابامو ببریم توی اتاق دیگه. حالا ازت میخوام یه کاری بکنی. هر اتفاقی هم که بیفته تا من بهت برگرد. هر اتفاقی هم که بیفته تا من بهت نگفتم رو تو باز نمی کنی. باشه؟
تمومه. میتونی بلند شی. ازت ممنونم. این لطفو هیچ وقت فراموش نمیکنم. چی شد؟ چیزی نشد. من میتونم بازم بیام ملاقات آقا ادریس؟ آره حتما. من با بچه‌ها هماهنگ میکنم. یاماچ، داداش سلیم زنگ زد. تو خانمو تا بیرون همراهی کن. چشم داداش. بفرما آبجی. بابام تو اتاق بغلیه. وایسا. معذرت میخوام، اسم هیچ کس رو درست حسابی بلد نیستم. من متینم داداش، برادر کمال. از محافظای داداش قهرمان بودی. دمتون گرم. یکی اینجاست که نمرده، بیهوشه. نبضشو کنترل کردم. از اینجا ببرینش بیرون، اما بی سر و صدا. بعدم پرستار رو صدا کنین بابامو برگردونن اینجا. کمال اینو گفتن چی کار کردی؟ از وقتی بچه بودی گفتم، اما بیفایده بود. گفتم کاری به کاری این بچه نداشته باش. گفتم هر گلی یه بویی داره، اما گوش نکرد. تو روسیه هم نکردی. تو خیلی مردی پسر، شیر مردی. امی باید بابامو از اینجا ببریم. بیشتر از این نباید اینجا بمونه. میبریمش خونه. اگه لازم باشه خونه رو بیمارستان میکنیم. باشه حتما. ولش کن بابا. الو سنا، چطوری؟ چه خبر؟ چی کار میکنی؟ خدا بگم چی کارت نکنه. واسه چی دختر؟ مگه من چی گفتم؟ این موبایل کیه؟ گوشی دوستمه، شارژ گوشیم تموم شده بود. کار بدی کردم بهت زنگ زدم حال تو پرسیدم. قطع کن درن، قطع کن لطفاً، قطع کن. خدا جواب این کار تو بده یاماچ. ببین به چه روزی افتادم. یواش. مامان، اتاق تو همین طبقه است؟ سالن براش آماده کردم. خودت گفتی بهتره جلوی چشم. کار خوبی کردی، ببرینش. یواش بچه ها. اگه یماچ نبود زبونم دال. شیرمرده. اون یه شیرمرده. یه دختری اومده بوده. کیسکوله. سراغ تو رو گرفته.
خیر باشیم. اگه با من کاری نداری من برم یه دوری بزنم. دارم. سلیم. بابا این ماشین رو دیده؟ چطور مگه؟ درد سر درست نشد؟ نگو که تو هم میخوای شروع کنی پسر. تو عمرم به یه چیزی علاقه دارم، یه کاری نکنید وجودش کوفتم بشه. باشه بابا چیزی نگفتم که. قضیه حمدی چی شد؟ میریم پیش اون؟ نه اونجا نمیریم، نگران اون نباش، به وقتش سراغ اونم میریم. پرسجو کردی؟ آره کردم، بد جور گیر دادی به قضیه حمدی. چیز مهمی نیست، همه چیشو میدونیم. اهل بالی کثیره، تو بالی کثیر یه برادر داره، برادرش فکر میکرده اینجا قصابی میکنه. معلومه یکی رو فرستادی اونجا که این همه جزئیات فهمیدی. ما یکی رو داریم به اسم مکه، پسر داداش محدین. میبینم که داری همه معلوم میشناسی. بهتره تو انتخابات بعدی اسمتو تو شورا ثبت کنیم. اگه تو انتخابات بعدی منو اینجا دیدی قول میدم ثبت نام کنم. مکه برگشته؟ نه اونجاست، بگم بیاد؟ نه نمیخواد بمونه. کی میرسیم پس؟ رئیست کجاست؟ چیزی نمونده این دستمال بیفته. میدونی وقتی بیفته چی میشه؟ جوان گازشو میگیرن. امی هر کدوم میرن یه طرف. اون وقت چی میشه؟ تیکه تیکه میشی. زود باش حرف بزن، داری میمیری ها؟ یکاچیک یکاچیک دیگه چیه مردی که؟ یکاچیک چیه؟ یا آدرس واضح میخوام پسر. یه کوچه، یه محله، کاملا واضح و مشخص. به خدا نمیدونم، اون قسم به خدا قسم نمیدونم. واقعا؟ خدا قسم نمیدونم. داداش این کارو نکن. داداش داداش این کارو نکنیم. تو کاری که باید میکردی و کردی، بابا رو نجات دادی، طرفم نکشتی. آفرین، باید اعتراف کنه، بقیه‌شو بسپار به ما. یاماچ حق با برادرته. وقتی بفهم این بارتولو کجاست میخواین چی کار کنیم؟ معلومه پیاممو نگرفته، گفتیم دست نگهدار گوش نکرد. ما میدونیم چه جوری جلوشو بگیریم. خوبه، اگه زیاد روی کردین چی؟ بس سپاشا بس کنیم. باشه یاماچ جون، اتفاقا تموم شد. آدرسمونو گرفتیم مگه نه پسر؟ بله داداش، بله داداش، بله. چی کار میکنیم؟ اونو بسپر به من. این بار با تایم میرم سراغش. اینو چی کارش کنیم؟ عافیت باشه. عافیت باشه. خیلی ممنون. آبریزش بینی داشتم. داداش نه چیه؟ من اینجام داداش. بیا. هی داداش نکن. بیا. هی داداش نکن. بنداز این ور مدد. بنداز این ور. بنداز. اینجا چه خبره؟ دلت برام تنگ شده بود؟ عوضی کجایی تو مرتکه؟ سگاتو جمع کن، یه جایی ببندشون. نباید منو ببینن، دارم میام. خوش اومدی سلیم جون. ازت پذیرایی کردن یا نه؟ چیزی میخوری؟ نه نمیخورم ممنون. از کجا معلوم که یه وقت توش توف نکرده باشی؟ مسابقه چند تموم شد؟ برابر.
داری اشتباه میکنی سلیم. دوتامون ضرر میکنیم ها. یادته چجوری از خونه اول فرار کردی؟ اینجا خونه دومه. نمیگی اینا چجوری منو پیدا میکنن؟ ما پیدا میکنیم پسر. ما محترمانه باهات رفتار کردیم، اما تو اومدی سوارمون شدی. به این میگی محترمانه؟ اون سری که یکم پیش خورد تو سینت سر کی بود؟ سر کسی که فرستاده بودی بابامو بکشه. مگه من بهت نگفتم کاری به کاره؟ خونواده نداشته باش. گفتیم یا نگفتیم؟ سلیم جون، از این فکر رو بیا بیرون. تو با اونا ما نمیشی. ما دوتا با هماییم، اونا بهت کیلو طلا پیشنهاد شد، تو هم قبول کردی. اگه قبول نکردی بگو قبول نکردم که ما هم بگیم سنگا رو دوباره بچینن سر جاش. ها؟ بهت گفتیم تکیه‌تو بده، چشاتو هم بذار، حالتو ببر، فقط به ما خبر برسون. آدمامون تار و مار شدن، منفجر کردن و گلو بریدن و چیزای مسخره و خنده‌دار تو جعبه فرستادن، قارت قورت. بازم صدامون در نیامد. چرا؟ چون تو دنیا هر چیزی تاوانی داره. گفتیم ما هم داریم تاوان پس میدیم. خواستیم ادریس رو بکشیم، درسته. وقتی ادریس کوچوالی به اون بزرگی بیشینه رو صندلیش، کی دیگه به آق سلیم اهمیت میده؟ غیر اینه سلیم؟ اینجوری هم که فکر میکنی نیست. نشنیدم عزیزم. قضیه اونجوری که فکر میکنی نیست. برادرم اومد. یاماچ مبارک باشه، خوش اومده. من چی کار کنم؟ اونم من حل کنم سلیم ها؟ چرا دارم به تو سهم میدم؟ کار تو اینه که واسه ما خبرچینی کنی، اون وقت کله میندازی تو حیاط خودمون سلیم. زیاد اینجا نمون. وقتی من اومدم اینجا یعنی بقیه هم میان. حرف دیگه. من حرفامو زدم. اگه بخوای همینجوری ادامه بدی آخرین سری که میشینه رو سینت سر خودته. شما خاطر ما رو مکدر نمی کنی؟ ما مال شما رو. این رسمش. این دیگه کیه؟ دخترم. بابا باشه گذشته. یاماچ وضعش چطوره؟ همون جوری. برادرت زنگ زد، حمدی رو ورداشته آورده، همه منتظر مان. قهوت حاضره. دست درد نکنه. بیا دختر قشنگم. چطوری؟ حالت بهتره؟
نه. چی باعث شد اینقدر ناراحت بشی؟ تعریف کن، شاید بتونم کمکی بکنم. شایدم نتونیم حلش کنیم، اما من ازدواج کردم بابا. چی بگم دخترم؟ ایشالله خوشبخت بشی. تو رو خدا عصبانی نشو. حداقل اسمشو بگو بدونیم کیه. بابا خواهش میکنم. باشه معذرت میخوام. زندگی خودته، پس تصمیمم با خودته. خوب شد؟ شبیه باباهای توی فیلمای خارجی شدم. فهمیدم. ما نمیتونیم حرف بزنیم. باشه بشین. ببین دخترم، از بچگی همیشه قد بودی. تا الانم هیچی از ما نخواستی. همیشه هر کاری دلت خواست کردی. گفتی میخوام برم استانبول، چیزی نگفتیم. گفتی میخوای نقاشی بخونی، گفتیم باشه. پشیمون شدی، بازم چیزی نگفتیم. گفتی دوست داری پیانو یاد بگیری، گفتیم باشه. پشیمون شدی، بازم سکوت کردم. این رشته هایی که گفتی مهارت های خاص خودشو میخواد، متوجه هستی یا نه؟ من بهت نگفتم مهارت نداری دخترم، تو صبرت کمه. یه لحظه، من برای این حرفا نیومدم اینجا. آره میدونم، اومدی خبر بدی ازدواج کردی. مسیج میدادی کافی بود. خانواده های مردم بدون اینکه چیزی بگن به حرفاشون گوش میدن. شما چی؟ بچه های مردم 5 سال خانواده‌شونو بی خبر نمیذارن. فهمیدی؟ بعد یه روز صبح نمیان بگن من شوهر کردم. دوبله شده در استودیو جم. نمیدونم کجا تو تربیت این بچه اشتباه کردیم. دوباره شروع نکن به غر زدن. پسرت هم دیدیم. از دست دادن عزیزان دل آدمو بدجوری به درد میاره. تهدیدم کردن داداش، خیلی التماس کردم، گفتن زندگی تو ازت میگیری و بعد روی یکی از دخترها اسید ریختن. چاره دیگه ای نداشتم. خدا ازت نگذره. چی خواستی که نکردیم؟ به کدوم خواستت نگفتیم؟ چرا نیومدی به ما بگی؟ یا ماچ کوچاوالی زنگ زدم قانون تریلی داری یا به احتیاط میدم. اعتبار تو، منابع انسانی تو و سرمایه تو هیچ وقت یه جا حمل نکن.